برادر میگویی کسی که هست از درون همون خونه بابای اکرم است نه؟ آدم بیگانه شده نمیتواند. بله برادر، شده نمیتواند. چنانه که همه چیز رو میدونم. انیق از داخل قصر کسی هست. راست میگویی برادر. خیر اکنون زهره چی میشه؟ چی میشد؟ آخر با ازدواج ساخته دوام میدیم. چی؟ ازدواج ساخته؟ وای وای، اکنون همش فراموش شد. ازدواج ساخته ها؟ بسیار خوب. شوکت راو یگانچه تیار کن خوریم. تمام این آوز میره. بسیار دوست نشده. تولین جان همسری زیبایم. اگر خوی امشب با اگم طربخانه رفتگم خوراکی نغز خوریم ها؟ چی گفتی عزیزم ها؟ نمیخواهم. مایلش عزیزم، مایلش با تو چی خیلی که معقول باشد نباشد من با مکان دلخوشی میروم. سرم را شسته بعد میبرایم. برآمده است. من با کجا رفتنی تو را بسیار خوب میدانم فرخ. تو را در نزد همه شرمنده میکنم فرو. هر گپی با محبوبت گفته رو گوش میکنم. برادر من برم یک اپای رزق روزی مشام. در سخت نکنی با. ما را گوش کن. اگر قمار بازی کنی از راستی تو را نمیبخشم، دانسته باش. برادر چی گفتی ایستاده ای؟ خیلی مرا چی باک شیطان فریب ما کرد. خیلی یک بار. تمام. خیلی دو بار. یکی بریاد کسی دو بار میشود. برادر گوش کن. یک بار دیگه اگر مرا در همون میز قمار بازی قپیدی بیا من در رو توف میکنم. من نمیدانم شوکت. من گپم را گفتم. فهمو؟ تمام. مالک من رفتم. با تو هم شب خوش. دمالا زیادالا کاری تو انجام یافته. زهرا جان؟ بابا جان؟ دختر جان من دامولازیا چل است؟ در بینتان یگان مشکلی نیست ها؟ نه بابا جان خوبه. خوب. خدا دائمی گرداند. خیر اکنون چون آشتی شده دامولازیا چرا حالا هم نمی آید؟ و همه شب خوش. شام بخیر. اوه پدر جان میبینم بوی عطرتان پیش از خودتون می آید. تشکر دخترم، تو هم بسیار زیبا شده ای. زنک جان تو هم مانند هر وقت بسیار زیبا هستی. تولین جان تو همین هستی که امروی من بخور و خوریم نمی روی. چی؟ امین مایلش چخیلی که خوی یکم وقت دیگر می روی. نباشد من می روم. با کجا؟ برآمده کمی گشت و گذار کنم پدر جان. خوب استراحتی خوب میخواهم. بیرم آقای فرو تا کجا میروی کمی بینیم. شام بخیر. شب خوش. شام بخیر. آخر فروخ باز با گشت و گذار؟ بله گفتم کمی برآمده گشت و گذار کنم، سرم کمی نوتوبه.
خیر نباشد تو بازدید. تو بازدید. میبینم بسیار خورسام هستی سمی. بله بسیار خرسند هستم. چرا سمی؟ چون که یک چیزی بسیار مهم رو فهمیدم. خیر با ما هم فرمان، شاید ما هم خرسند نشویم. اون خبر چی بوده است؟ بله چی بود است؟ اون چیزی مهم چی رو فهمیدی؟ پسرم کنی فهمان از انتظاری میمورم ها کنی فهمان. امروز زهرا روزی یک سالگی کشاده شوی کارخانه اش را دارد. امروز بود مگر؟ ها بله، حاضر به یادم اومد. هوا خنک بود. با کشاده شوی با همراهی اون آمده بودیم. از پشت کاربار بسیار فراموش میکردم. با شرفی در کارخانه زهرا کار کردن با زهرا با یگونجا به تشکیلی رویم. البته ندید این حق شماست، خوشحالی و دلخوشی کنید همیشه نه. میشود البته میرویم سیلندر هم میگیریم. میشود. خیلی باشد من تایید شود. میرویم. با اجازت شما. ایدی بک خیلی جوره سازی؟ میشه. سازی جوره؟ مزد نیست؟ شوکت بسیار در تنگی قرار دارم، کمک رسان. نه برادر، من خانه در بازی کردم اومدم. این چه خیلی گپ است در خانه بازی کرده آمدم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر مجبور نکن بازی نمیکنم. ای بیا شوکت، تو مرا از این وضعیت برآورده میتوانی. نه برادر، به عروسم وعده دادم که دیگر بازی نمیکنم. ما دوستی تو نیستیم مگر بیگانه ایم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر، تو برادر ما عروسم نیستی که؟ انا میقدر خیر تو نمیکشایی به فکرم بسیار معقول شد. قرض درست و 40,000 شد. ای بچه 40,000 بوی دادی؟ تو چه خیلی بازی کردی؟ چشمانت پوشیده بود مگر؟ ای برادر 40,000 پوله که تو بوی بتی؟ آخی اینها را فریب کردن نمیشود. مگر من اینها را این طور میگذاشتم؟ دعا کنم که من توبه کردم. دوام میدی یا 40,000 را بینیم؟ زود با شوکتی، نمیبینی پولهایم رفته ایستاده. اکاها ما جای همون را عوض کنیم. مایلش گذر. این طرف در جورا مرحمت دیگه گذار. که برادر بازی را یاد گیر. بازی را تانیستن در کاره. اوه هی اکای فاروق نرفته است؟ امک جان شما حالا هم نرفتید؟ نرفتم زهرو، یعنی با فکرم رفته نمیتوانم. چرا؟ چی شد؟ آخر تولین از من قهر کرده است کو. چی دونم به او رفتن اونقدر خوشم نآمد. آخر چی کار کنم؟ آخر من در این جاها کمی گشت و گذار کنم شاید عصبایم آرام میشوند. گشت گذار کنید امک جان. امک جان یک چیز را خواهش کنم، مادامی که شما نمیروید ما ماشین شما رو گیریم میشود. حالا تاکسی رو جیغ نزدیم، ماشین ما باشد در تعمیره. البته میشود عزیزم. انا گیر. تشکر زیاد. با شما استراحت خوب میخواهم. رحمت اکای فاروق. شب خوش. این چه گپه؟ پول ندارم؟ ای بچه نابودت میکنم. اکا جان گوش کن، من توبه کرده بودم، باید دیگر به میز قمار نمی نشستم. برادر مجبور کرد، من طاقت نکرده برای نجات دادن اون نشستم. به شرف چه اینقدر پول باید دادستم من خیر نمی نشستی؟
تو را مجبوری شناندن یا نتآورد؟ قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. اکا جان قرض قمار قرض شمرده نمی شود. یعنی آخر من بر روزگی خودم نشسته بوی ندادم. این خوتیکچه چی ها گفته ایستاده؟ من خوتیک؟ باید شوکت نازنین بر شما را خوتی کرد؟ این چی گفت؟ قرض قمار قرض حساب نمی شود. از را اینجا پاره پاره‌ات میکنم. بسیارین زنگ زنم پیشکی تیار شود. خوبش زنگ نزن. چرا؟ چون که با تو درباره یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم. مسئله مهم؟ درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته ای که با داملازیا میکنی. شبهای خوش. خدا از شما راضی باشد داملا. استاد یک سوال دارم. بپرسه چی؟ استاد حکم شخصی که از سمالیات میافتد چیست؟ یعنی در حالتی که هواپیما میافتد. نه استاد این رو در نظر ندارم. افتیدن سمالیات رو میدانم. از سمالیات افتیدن یک کس رو در نظر دارم. یعنی کسی که از هواپیما میپرد آن رو میگویی؟ شخصی که میافتد آن رو میگویم. آخر خوب و هجری این چخیل میشود نفهمیدم. نمیدونم استاد. چیزی رو که نمیدونی چرا میپرسی؟ یک کمی سوال به سرم اومد استاد. با خدا هجری من یک شخص از هواپیما چخیل میافتد این رو مراق کردم. استاد هنگام حرکت سمالیات خدا نگاه دارد در سمالیات یک که تیریزش میشکند یگان که سمالیات رو نمیفهمد درش رو میکشوید یک که شمال او رو به زمین میپرتاید. حکم این رو میگویم. این خیلی میگویی؟ بله استاد. با خدا حکم آن این است. هجری بنویس. انا کسی که از هواپیما میافتد تا با زمین افتیدنش با مقدار پا زدنش ثواب میگیرد. علاوه بر این در وقت با زمین افتیدنش گناهش پاک میشود. نوشته هجری؟ نوشتم استاد. آفرین سلام. داملا لیکن واهمه کردید مگر این خیلی میشود؟ نکنید. این گفته هایتان در کدام کتاب دینمون نوشته شده است؟ آخر آقای ایرج شما سوال پرسیده هجری رو شنیدید؟ بله داملا همش رو شنیدم. چی بود؟ آخر با سوال شنیده اتون باور میکنید و با جواب داده من باور نمیکنید. من این رو نفهمیدم. ایرج حتی دانای بد نگیر. استاد خدا از شما راضی باشد. من نوشتم. تشکر هجری. از دام راضی باشد. شب خوش. شب خوش. شب دام خوش. لابا شوکت برادر در خاک پا صدقه مرا نجات ده. های باز با چی بلا گرفتار شدی؟ بیا با میبینی. معلش انتظار شو میآیم. بیا که میکشنم بخدا. اوف شوکت اوف. اگر رفیقش آمده قرضش را نسپارد این را گرفته به بحث پرچاید خوراکی ماهی ها شود. زهرا جان مناسبتی با داملازیا داشتد و ازدواج ساخته کردت را من میدانم. لطفاً این را رد نکن. این را از کی باز میدانی؟ از آن روزی که من به اینجا آمدم. خیر چه خیلی فهمیدی؟ چی اهمیت دارد؟ اهمیت دارد سمی؟ این رو چه خیلی فهمیدی؟ بغیر از سلین هیچ کس نمیداند. وقتی که از پیش حجره تو میگذاشتم گپ هایی که با سلین میزدید گوش کردم. این خیرین اونقدر مهم نیست. یعنی میدانم که این را برای بابایت میکنی. آخر برای دیگر کس هم نمیکردی.
پیش از وفاتش خواسته که روزهای آخری عمرش را با خرسندی گذراند و به زیر این خیل یک باری وزنین در آمده. بله. اکا اینا میای برادری من. تو احمد دامولای مسجد رو جیغ زدی. خدایا توبه. مسئله چیه؟ چرا او را زده؟ مسئله قرض قمار است حضرت دامولا. او را خوب تکرر کردیم اما از او چیزی دریافت نکردیم. برادر گوش کن به خدا. شوکت تو خاموشید. گوش کنید. قرض قمار در دینمان حکم ندارد. من این رقم را گرفته میروم. مایلش؟ دامولا یک دقیقه. در جامعه شما این خیل بوده میتواند اما در جامعه ما ممکن نیست. رفیقت را گرفته رفته نمیتوانی. این مقابلی قانونی ما. پول را میدهی رفیقت را میگیری. انا همین خیل دامولا. برادر التماس بسیار مرالت خوب کردم. حالی مرا بین از برای خدا. آخر تو شوی قماربازا هستی که یک به همه قمار را نشون ده. دامولا از بازی قمار چرا میفهمد؟ این احمق را یک دو موش زدیم عقلش را گم کرده است. دامولا قرضش را پرداخت میکنید یا نه؟ های شوکت مگر من نگفتم که قمار بازی نکن. برادر حالا وقتی این سفسطه ها نیست. در وضعیت وزنین قرار داریم. خیلی در حیات ما یک بار بازی کردیم که ترم. ای خاموشی شوکت خب کن. برادر یک بار برین برو یا جنگ کن. همه را نشون که جنگ چیه؟ چه رینگ؟ رینگ آخی بوکس کو؟ نه چخیلی که میبینید یک چهارچوبه خوردی جنگی داریم. در اینجا مسابقه های پولی میگذرانیم. گوش کنید آقا. این کار رو یگان راه دیگرش نیست. دامولا یا پول را آورده رفیقت را میگیری یا اینکه به میدان برآمده مانندی نشانه میستی مشت میخوری و راهی نجات را مییابی. اگر از همه شاگردی بهترین از رو مغلوب کنم سر میدی؟ از همه شاگردی بهترینم را؟ دامولا تو به مسجد رفته عبادت کن. این کار آدمانی صاحب احترام نیست. مایلش می جنگه. دامولا این برایتان امری معروف نیست. گوش کن برادر. از دهان من گپ یک بار می برایت فهمیدی؟ می جنگه میگویم به تو. اگر تو ترسیده باشی این گپی دیگر. دامولا خودت خواستی. اگر گناه باشد به گردن خودت خواستی. شاگردی بهترینم را نه شاگردی میانم را به مقابلت میبرارم. تردی بای تیار شا پیسرم. مرحمت دامولا مهارتت را میبینیم. سلا رو دار. از همه زورش همین است که میدانم که دامولا زیابت معقول نیست. در حالی که این را میدانستی چرا اینقدر خاموش استادی؟ چرا به بابایم نگفتی؟ چون که من کاری که تو رو غمگین میسازد نمیکنم. با تو گپ زدنی بودم اما اگر زهرا یگان شخص دیگر میداشت به این خیل کار دست نمیزد گفتم و تو رو از دوری پای بردن را آغاز کردم. اما تو نسبت من حسیت داشتنت را گفته بودی؟ بله
اما تو این خیل راه رو انتخاب کردی. از همین سبب من احترام میکردم و میکنم. سمی گوش کن. از تو یگون چیز انتظار نیستم. از تو هم یگون چیز امید ندارم. این رو به تو گفتم آنم. سمی تو بسیار مهربان هستی. من تنها به تو کمک کردن میخواهم. مرا اگر خواهی یک برادر، یک دوست، خواهی همچون مانند یک آدم قبول بکن. هیچ اهمیتی ندارد. تشکر زیاد سمی. از وجه اونی که تو مرا باید پرسپاس میکردی تو مرا فهمیدی. تشکر زیاد. مگر پرسپاس کردن تو به من نیزی به زهرا. اما من یک چیز رو بسیار مراق کردم. چرا داملوزیو؟ حلالت بود برادر. برادر هیچ خیلی او در بود. نصیب باشد بابا شما در نبیران نقل میکنم. خواطر نشال با خانه رویم و برای فهموندن نبیره باید بسیار حکایه ها میگویم. تمام برادر خانه شدی؟ اکنون رفیقم رو گرفته میروم. رفته. خیر. داملا ایست. و کجا میروی؟ با شاگردی بهترینم جنگیدنی بودی که تا استخوان شکن را مغلوب نکنی رفیقت را به هیچ کجا نمیبری. استخوان شکنش کی؟ داملوزیو در اصل شخص تصادف است. در آن حالت بسیار موافق آمد. این یا که این داماد است؟ نه این است. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا میکردم شخصی بسیار باوریناک می بود. شخصی می بود که با من کار نمی گرفت. این زیاد باشد همچون یک داملای مسجد برای من یک واسطه بود و بس. یعنی از آنه که داملوزیو تو رو دوست نمیدارد امین هستی؟ امینم بسیار سنجیدم. من هم همین خیلی تخمین کرده بودم. بعد از سیری تو رو فهمیدنم خواستم به تو کمک کنم. در موضوع اون ازدواج با داملوزیو نبو برای با من برپا کردنت. اما تو رو دوست می داشتم. با شخصی که تو دوستش می داری ازدواج ساخته برپا نکردن تو رو می دانستم. سمی انسانی خوب بوده. تشکر زیاد. تا وفات آقای اکرم داملوزیو ایستد کنی. بعد از وفات بابایت چه خیلی نباشد با من میمونی زهرا. تا آن وقت باشد باوری تو و عشق تو رو به دست میارم. سمی من تو رو به خانه برده گذارم. سرم بسیار درد دارد. کمی تنها بودن میخواهم. با نزد سیلین میروی؟ تنها گشت گذار کردن میخواهم. مالش. امشب در اینجا مسابقه هست. اگر استخوان شکن را مغلوب سازی قرض رفیقت را میبخشم. اگر مغلوب شوی رفیقت را نابود میسازم. حالا آدمان من شما را امشب در اینجا تا آغاز مسابقه مهمان میکنند. بعد باز وا میخوریم. برادر
با فکر من این آدم اونقدر آدمی بخواد نیست. شکمش رنگ قول سگره دم کرده گه. با فکرم که قوتی نداره نفس. خب کن. حالا آنگاه شده ای. آخر برادر من گپ نزنم کی گپ زنم؟ اوبای گفت که من رفیقت را نابود میسوزم. کشکی نابود میکردن من هم راحت میکردم. این هم با من نگریسته تو را نابود میسوزم گفته ایستاده است. شرکت خدا بالای تو را دیر است. وین تو ما رو با چی حالت گرفتار کردی؟ من همجا باشم. برادر این کیف ها رو کمتر کشاد میکرد نمیشود ها؟ آخه سردارم این کار کرده ما گناه است. پلیس ها رو فریاد میکنن. قسم میخورم که پلیس ها رو فریاد میکنن. خب کن پسرم ما مگر پلیس نیستیم ها؟ در بکشوید پلیس در بکشوید. سردارم این کار شما درست است. در بکشوید. چی گپ است؟ چی گپ است؟ اونا تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ با سر همسرم اومدم. در از تو در اینجا چی میکنی؟ خانه تو همینجا هست؟ زود به خانه میروی. اونا تو چیکار کرده ایستاده؟ این مرا زود فرار. تو رو سردی عزیزم سردی تو رو بالای سرم کردی ایستادم. حالا هم نمیفهمی ها؟ سردی ندیارم رو سردی. بابا جان لطفا پلیس رو جیغ زنید. چی پلیس جیغ میزنید؟ من پلیس هستم. پلیس به نزد درتون اومده است. مرحمت من پلیس هستم. از من چی میخواهید؟ اونا سفسطه نگوید. چیکار کردنت رو میدونی؟ چه سفسطه؟ من تو رو با بالای سرم بروش ایستادم عزیزم. اونا مرا سردی میگویم. چیکار کردنت رو نمیفهمی؟ تو مگر همسر من نیستی؟ تو رو به خونم برده ایستادم. اونا با تو میگویم که مرا سردی نباشد خوب نمیشود. چی خوب نمیشود؟ تو وقتی که اثرات من رفتی همه چیز نو خوب است عزیزم. تو مرا دیوانه کردی؟ بله دیوانه هستی اونا. سردی ندیارم رو. اکمونش سردی با تو میگویم. گوش کن اونال. این با تو آخرین آگاهیم است. هیچ جلسوزی نمیکنم. میپرانم سردی. گم شده. گل خورده. نابود شده. دیوانه بوده باورم نمیآید. دیوانه شده. این خود دیوانه. آقای کانون ماشین تیار است. خب بیا رویم به محاربه تم به تم پول گذاریم. چند مدت بود که پول نگذاشته بودم. فراموش نکنم با آن نمی که بر زگاه زنگی آید. مالشکر. خانمان و جنابان، این شب باز با یک مسابقه پرهیجان با شما یک جا هستیم. با موزدن‌هایی که از یکدیگر با موزدنی‌های محتشمشان فرق می‌کنند روبرو هستیم. باز ریگ با عرق و خون سیلاب می‌شود. استخوان شکسته می‌شوند. لب‌ها کپانده می‌شوند. آتش این شب بهترین ها را معلوم می‌کند. برادر شاید که این آدم در حقیقت بخوات است. شاید که او دیوانه باشد، قاتل باشد، لیکن برادر تو زوری بدی. دل گرده‌ای که تو داری او نداره. ممکن که یک گرده کار نکنه. خاطر نشو شوکت. از اینجا برایم به خانه رویم. من با تو تمام زیبایی‌های دلم را نشان میدم. راست میگویی؟ بله از راستی. قرض کرکیل است. برادر من به تو دو وریانت پیشنهاد کردم. یا قمار بازی کن یا که رفته در رینگ در محاربه اشتراک کن. من بگنام کیل است. رینگ خود انتخاب کردی. اگر اون کل را از با افتانم در حقیقت تو رو میکشم شوکت. با آن رینگ خودت میبروی. و حالا وقتی شناسانیدن جایگاوران رسید. از طرف راست شخصی مشهور با باقوتی و برحمیت، صاحب کمربندهای زیاد، نامغلوب، استخوان شکن.
چپ جوانمرد فرزند دهاتی شخصی که قوتش را از آب قیصر گرفته است صاحب یک قطار تکنیک های مشتزنی دامولا. براو آفرین یعنی جان دوباره اون بار خزید اینجا بیایید. بخیر است. توکل به خدا. همینجا باش. من اینجا نترس. بزن اون را. برادر نترس در چلسیش بودن در چلسی. یه از چابوش بزرگ تشاق را پرسا. تشاق را پرسا. پرسا تشاق را. تشاقش رو بگیری دیونه؟ دیونه به عقل تشاق را پرسا نبینی ما را میکشم. شب را بزار اگر زور زنه دون شب بزار. برا. احمد تشاق را پرسا. این نمردی میشه که رسه میپرسیم. برا. برا. هر دو دست کبی بودن چیلر. به هر دو دست بودن. میدونستم یک به جان خود نبرمدم. برادر چیکار کردی خدایی؟ سردارم وقتم خوشتر شد. آخر اونال اینقدر خودت رو اذیت نده، غمگین نشو. حرکت گروه ها در نزدیکی 11 کیلومتر در انبارهای ویرانه محاربه تنبتنی غیر قانونی برگزار نمودند. تکرار میکنم 11 کیلومتر. ما این رو گیر. هم اکنون آنها را دستگیر میکنیم. اکشن. های احمق تشاق را پرسا میگویم چرا نمیپرسوی؟ مگر من تشاق را میپرسویم؟ چی زیبا جنگیده ایستاده بودی؟ کجا زیبا از نمیبینی حریف مرا میکشد؟ نه برادر ندیدی قوت ندارد. همسالی پدرت است یک مژدان میافتد. شفقت خب کن اگر یگان راه شایسته از اینجا نبرایم از راستی از این رین جنازه ام را بیرون میکنند. بی عقلی مگر حریف را نمیبینی؟ هیچ چیز نیست. گوش کن برادر، تو مغلوب شدی هم از اینجا میروی کاری میشودگی با من میشود. برادر من حالا جوانم فرزند ندارم. تو چی گفته ایستاده ای؟ دمت را گیر از جوانیت گپ نزن. آدمی کپ کلان شده ای. چی شد دامولا؟
از همه آدمی بهترین تو روبرو کن میگفتی تمامی پولها با فایده استخوان شکن رفته ایستاده است. یک دیوانه برآمده است که برای تو پول مانده. تو ملا بودن را فهمیده این کارا کرده. دیوانه است آخر دیوانه. شوکت برادر مرا گوش کن. مرا برادر نگو. مرا گوش کن برادر. مرا نگاه به چشمان من نگاه کن. تو کالکچه لسی بپیش. این پرسکان کجا شده؟ عدیف دیر بیگانی با؟ السلام علیکم. و علیکم. هی تایلاقی احمق در کجا بودی ها؟ در کجا بودی میگویم؟ ای حیوان مرا گوش کن. اگر دیر مانه میدانی من چیکارت میکنم پوستت میکنم. آخیر اکا اگر دیر مونیم چی میشود ها؟ تو هم میدونی که در این مسابقه استخوان شکن غالب میبراید. تو را نفهمیدم اکا. آخر این دوملو را از چی سبب دوست میداری اکا؟ برای لقب یک شخص دوملو بودن مگر برای او پول موندن کاری رواست ها؟ نه. ای کلاغسی بفهم مرا خوب گوش کن. دوملو زیا البته که غالب میبراید فهمیدی؟ اکا کانون بیا من او را پرونم. هم جانی تو خلاص میشود هم از من. کنی پرون چرا ایستاده ای؟ همه کس خلاص بشوه چرا نمیپرونی؟ سلاحت را برار انتظارم. همتون را گیرید حیوانهای بیشاق. ماشین را بیرون زود باش. کانتکیلاس التجا میکنم از من دور شد التجا میکنم پیدا کنم دفعه برای انتظارم التجا میکنم چی کار میکنم التجا میکنم از من دور شد چی کار کرده ایستاده از جایت خیل اما پولها با تو گذاشته ای استخوان شکن آرخه تو چی کار کرده ایستاده ای آرخه یگان تاش نگریزد زود باشد درون میدرویم ای تو از سردار اجازت من زیادین بشار را نپرانید نو نکر برای من باید اینجا بیایی تشکیل کنید پلیس اومد میدرده پلیس
بوده شو یکون تشک بودم همه در جای جیستن نفرونم در جای خودیستن در جایتان همه در جای جیستن دستگاهتون رو بالا کنید این طرف تو در های طرف با خیر از دامونو در اینجا چی میکنید؟ چی تصادفی خوب آقای کنان ما چقدر خطا بودن مجزمی با شدت و برای این کار ناچیز بودن پولگذاری رو تبلیغ کرده ایستاده بودیم فرما رویم شبتان خوش شب خوش دامونو با کجا میگریزم ها؟ چیه میدونم؟ خریب بسیله زده مخمق دامولوزیو؟ این در اینجا چی میکوبد؟ این عروس تو با شما را میپرسی خانم زهرا شما در اینجا چی میکوبد؟ دامولو من در پیچه سیر و گشت میکردم اصلا شما در اینجا چی کار میکنید؟ یا توبه سردارتان در کجاست؟ در کجاست؟ اوه کمیسر اونال او شما هم در اینجایید ها؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ کمیسر اونال او شاید با کمک احتیاج دارید گفتم با اینجا آمدیم ای کی غالب برآمد؟ دامولا غالب شد دامولا؟ دیدی فرسگام؟ ها؟ من با تو چی گفتم؟ دامولا غالب میبراید گفتم دامولا غالب شد اینها رو گرفته برید زودتر درششون نتاب زود رفت این خیلی قبل نزیرید عیب است این آدم کجا شد ها؟ چی خیلی اون رو از دست دادید؟ خدا شما را زند از کجا داند سردار وای آدم چه خیلی گریخته رفت ندیدم ای دومولا من با جای تو ضرر دیدم من این را از تو میبرارم حالا وقتی گپ زدن نداریم شوکت زود نشین بسیار وضعیت ناگوار است من میرونم میلش مادر 12 اگر در حالت ناگوار خودش را برای شما فیدا کرده ایستاده باشد معلوم میشود که شما را دوست میدارد دامولا شما ما را دوست میدارید برای همین خواطر شده ایستاده از برای خدا حالا وقتی گپ زدن نیست لطفا ما ماشین گذارید دامولا چی شده خودش چی گپ است تشکر زیاد خانم زهرا هیچ گم نه دامولا دامولا پگو سحر در باغ میخوریم مایلش با میخوریم شب خوش شبتان خوش شوکت داره کشون مرحمت ینگه جو تشکر زیاد هیچ گم نداره مایلش شبهای خوش شب خوش خانگی ها رو سلام گوید خیلی خیلی این بسیار دختری خوب است به خدا که بسیار دختری خوب است اگر اون نمی اومد من نمیدونم ما چیکار میکردیم کلاس تو باید به قدر این دختر برسی شوکت موضوع رو دیگر طرف نبر من حالا حادثه این شب رو از تو پرسان میشم ای برادر تو دیگر از من چی میپرسی نمیبینی سر رو ما چیکار کردم بسیار گپ نزن من یک چیز رو نفهمیدم برادر تو همون بوزبالا رو چخیل به زمین افتاندی چخیل افتاندن دیوانه به حق آدم از کلت کلاس میترسید است موری در دستم را دیده ترسید بشوخی میگوی حاضر رفته در پیشونی هم یک کلت کلاسی کلان میکشم تو چی اینقدر آدمی بیرو بوده ای احمقی نکن پیش در یه پلوان غلط میفته زوری نکن خاموش قصدی مرا هم گرفتی نکی برادر انا آمد زهرا جان تشکر زیاد امک جان نمیارزد عزیزم خوب هستید ها؟ خوب امو کمی خنک خوردم راه گشتن پسندم آمد بسیار خرسندم
حاضر تمام نامعقولی هایت رو آشکار میکنم آقای فرخ. سیلین رو زنگ زنم پیشکی تیار شود. خوبش زنگ نزن. زهرا با سمی در این ماشین چیکار میکنند؟ شخصی که با او ازدواج ساخته میکردم باید شخصی بسیار باوریناک میبود. باید با من کار نمیگرفت. زیاد همچون یک دامولای مسجد یک واسطه برای من بود و بس. ازدواج ساخته؟ زهرای ساخته کار. اما میبینیم که به این قدر فریب کردنی باید به این کار او چی میگوید؟ تو محو شدی زهرا، محو. پگاه روزی بزرگ است، روزی بزرگ. دامولا مرا دوست نمیدارید ها؟ توبه دوست میدارید؟ دامولا سخن آخرتون ها؟ امین است که مرا دوست نمیدارید. دامولا مرا دوست میدارد. امی خیلی نه استیجا میکنم. راستش رو گوید خوش میکنم از شما. مرا دوست میدارید. دامولا راستش رو گوید مرا دوست میدارید یا نه؟ راوی دوست نمیدارم. دختر روبین در خوابم در اومد. کسلی روحی. دامولا راستش رو گوید مرا دوست میدارید یا نه؟ تو از کجا بر اومده؟ چرا داد میزنی؟ چرا من از خوابم بیدار میکنی؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ شوکت این در اینجا چی کار میکنه؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ چی شد؟ خواب دیدی؟ از کجا دانم شوکت؟ شکر که خواب بوده است. چی شد؟ چی خواب دیدی؟ آن سوال زهرا مرا دیوانه کرد. دیوانه است چی؟ چقدر سوال بوده؟ مرا دوست میداری گفته ایستاده است. او را دوست نداشتنم را اثبات کردنم لازم. دیوانه هستی؟ دختر را دوست میداری؟ شوکت همون کلمه دوست داشتن رو شنیدن نمیخواهم. تا اینجایم آمد. اکنون زود رفته خواب کن. بیا مو قریب که تلخیه هم کنی. داد نزن دیگه. مرحبا. تشکر. بفرمایید. دین شب چی ها شده پا؟ هیچ به خاطرم نور زهرا. آدم مرا مانند دزدان دزدیدنی بود. خدا را شکر که بابایم بود و مرا نجات داد. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. بابا و پدره در کجایند؟ برای یک کار بابر وقتی بر اومدن. تا بگاه بر میگردم. مشکلی نداره. من بگاه را انتظار میشم. در جایی که آقای اکرم نیست این حقیقت را آشکار کردن معنی ندارد. زهرا را در چشم بابایت چنان پس میکنند که دیگر هیچ وقت نبیره دوست دارش نمیشوی. با اجازت شما من باید روم. با کجا میروی زهرا؟ بازی و واخوری داریم اپا جان. البته واخوری کن واخوری. عزیزم قاشق را درست کن. به شما اشری هایتم. تا باز بید. مربا بسیار بلندتر بوده است. یک چشم. چی کار کنم سیلین جان؟ امروز باشد به سنجیدن دامولا زیاد دوام میدهم. حالا یگان نتیجه به دست نآمده است. مایرش عزیزم تا بازدید. عجبا با دامولا زیاد مناسبتش خیلی رفته ایستاده است. یک رفته بینم خوب می شود. کنی بینیم امروز با سرمون چی می آید؟ روز بخیر. روز بخیر.
بله خانم زهرا، مرحمت شما رو گوش میکنم. دملا مرا میفهمید، بسیار مراق کردم. یعنی چی خیلی؟ آخر از شما بسیار پرسیدم که مرا دوست می‌دارید یا اینکه نه. بله خانم زهرا، شاید 5000 بار پرسیدید. آها، انا. چرا این رو پرسیدن فهمیدید؟ یعنی مرا فهمیدید؟ همین است یعنی؟ همین. در حقیقت بسیار مراق دارم، برای من بسیار مهم است. مرا فهمیدید؟ تمام شد؟ نه تمام نشده است. مرا در حقیقت شما میفهمید یا نه؟ ماده 16 وقتی با شما گاز زدنش اگر حرکت فیزیکی کند و نشان دهد که شما را گوش کرده ایستاده است، دستش را بالای دست گذارد، معلوم میشود که شما را دوست می‌دارد. خانم زهرا گوش کنید، من شما را میفهمم و عجبا شما فهمیده میتوانید این رو مراق کرده ایستادم. آخر این نمیشود. چی نمیشود؟ نمیشود آخر. چرا کاری لازم را نمیکنید شما؟ کاری لازمی است چیست؟ با من داد نزنید دولا. شما داد میزنید. یا خدای توبه. اوف، اینها چرا مانند آنی که گویا یکدیگر را دوست نمی‌دارند نشستند مگر حالا هم آشتی نشدند؟ زهرا باشد این شب با سمی به بیرون برآمده بود. چرا برآمد که نه من باید دخالت کنم؟ لیکن بسیار یکرا بوده است. اوه مگر من در یگون جا آشکار کردم؟ نه در چند مدت او رو سنجیدم. به فکرم دملو زیاد در حقیقت مرا دوست نمی‌دارد. داملا هوا بسیار خنک است. دست دختر را دارید؟ داملا چیکار کرده ایستادید؟ چرا به اطراف نظر میکنید؟ هیچ چیز نیست، همه خیلی نظر دارم. داملا خوب هستی؟ خوبم. داملا این رفتارهایتون را پرتوید. گویا که داملای حقیقی هستید. زود باشید کنی بینم دستش را دارید. داملا مرا دوست می‌داشتید کو؟ این از آن سبب نیست. یعنی یگون راه گذر نفهمد گفته کردم. بخششو کی از اینجا میگذشته؟ کی میبینه؟ زیبا اکنون آغوش کنید. آغوش کنید نباشد. عیب را نمیدانید؟ شما چیکار کرده ایستادید؟ چهل عیب است خدایا توبه. هیچ کس نفهمد گفته کرده ایستادم. نفهمیدید؟ نباشد میفهمند. شما هم هیچ ریالی نیستید. داملا سردهید کی از آخر در اطراف کی میبیند؟ اکنون دختر رو بوسید. اینقدر نه اکنون. کی؟ شما را نگفتم. نه باز با من میگفتی. زود باش دختر رو ببوس. داملا چرا با ما چنین نگاه داری؟ چهل نگاه دارم. مثل اونی که میبوسیده باشی. این چه گرد؟ یک دستتون رو داشتیم گفتم معنای اون رو ندارد که شما رو میبوسم. یک بوسیدنتون مونده بود. خانم زهرا مگر این ممکن است؟ من داملا هستم نمیزیبد. و شما چه گرد زده ایستاده توبه کردم. بحث را یک طرف گذارید. شما مرا دوست نمیداشتید کو؟ بس است، در حقیقت بس است. دوست میدارید دوست نمیدارید. با چیزی باور کردن میخواهید با اون باور کنید. همین خیلی میکنم مخیر خواباته نشوید داملا زیاد. انگشترین رو نمی اندازم میگویم انداختنم رو میخواهید. دوست نمیدارم میگویم باور نمیکنید. این چی گپ است؟ مقصد شما چی است آخر؟ مقصد و نیتی خودتان چیه؟ بس است اکنون در خوابم میدروی مرا راحت گذار. اکنون حیران شدم که بچه باور کنم. بس است
بیافتیم اینجا کمی بشینیم. اون پایم درد. نصیبه عمرم رو برباد دادی خانم. خب کن رسول، اینجا برای استراحت آمدید. پای هایم اذیت می‌دهد. قدر بسیار گپ نزن، کمی خاموشید. یک بار هم از دهانت سخنی خوش نشنیدم. دائما نالیش میکنی. جوانیم رو برباد دادی نصیبه. از آنه که با تو آیله دار شوم. با شما که خدا دار بشدن باشدن؟ از آنه که تو رو دوست دارم. مرا دوست می‌داریدن؟ بس کنه. در اصل شما بس کنیده؟ شد. از ما هم بدتر بودن کو. گرچنده که نالیش هم کنی تو جانی منی جانم هستی. من چی کار کردم؟ همش رو برباد دادم. خانم سله بخیر است لیوین، چی شد؟ من با جای کار رفتش داده بودم که یکی وقت دویدن یک حادثه با یادم آمد. برای آن حادثه که در خانه بابی اکرم نامخولی شد خواستم برای آن کار کردم از شما عذر بپرسم. یا خدایا چه لازم بودن؟ خلاصه مرا از کنان دیوانه محافظت کردیم. برای مرا فکر کردن تشکر زیاد لیوین جان. لیوین جان تو حالا هم به خود نآمده ای؟ اما گیر کمی نوش. اوی خود تو نه؟ بله. ممنونم. نوش جانم. تشکر زیاد. خواهش میکنم لیوین جان، نوش جان شود بگیر. با خودم گیرم خیر نباشه. من با شما میروم. خیر تو بازدید. مامان هم داد. من این رو پینهان نکنم. مامان هم داد. سل جان با کلکشن اون شبا من داد. مگر تو دیوانه هستی چی؟ باز تو برادر خطا رفتم. از خورسندی بود. بیا تو رو آغوش گیرم. سلان به من آب داد. باز همین در اینجا؟ هم جای و همین جا. آب داد. نه. ها انا اینجا مکنی عضوی بود است. روی خوب میشم. بله من هم رفتن میخواستم. حتما میروم. اینها کجا شدن؟ چرا بابا و پدرت هو هم نآمدن؟ مادر جان بگو می آیند گفتم کو. چرا اینقدر میپرسید یانگه؟ عزیزم سورپریز است. سورپریز. آقای اکرم و زهرا بیاین بگو همه کسا میفهمید آخر. مادرت چی میگفته باشد؟ دونستان میخواستم. اوف نمیدونم و انشالله باز با پدرم جنگ نکردم. وقتهای آخر رفتارهای مادرم به من هیچ پسند نیست. حیف، با فکر من خودش را بهوده غمگین میکند. با فکر من هم. ببین من این رنگ را بسیار دوست میدارم. خدا از ما راضی باشه دوملا. تشکر. استاد لابا هجری. استاد بعضی به ایمانها بعد از مردن بعد از استخوان‌هایمان خاک شدن تکرارا چه خیلی زنده میشن گفته سوال میپرسم با آنها چه خیلی جواب دهیم؟ بسیار کوتاه و مشخص جواب دادن لازم. بسیار کوتاه استاد؟ بله هجری جان بسیار کوتاه. خدایی که مرا از نصیب هستی آورد مگر برای تکرارا مرا بعد از مرگ زنده کردن قادر نیست گفته جواب میدی. همین قدر فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. اکنون رفتم میتوانم؟ البته استاد مرحمت. سلامت باش. ماشاءالله آدم همین قدر با سواد می شود. همه سوال رو جواب داد. استادی عزیزم. تولین جان بخیر است. بسیار پرهیجان هستی. بله فاروق حالا بسیار پرهیجانم. چرا؟ چی شد؟ با همه اتون یک چیز رو آشکار میکنم. کنی بگو گوش میکنیم. نه زهرا هم بیاید بعد همه باید شنود. اما این دختر کجا شد؟ بعد از کار به محله باید میرفت. بابایم دامولازیا رو بگاه دعوت کرده است. دامولازیا هم میآید؟
اوید چی خوب ها گویا که خورسندی داریم چه خیلی خورسندی مادر شما باز از پسی کدام کار ها هستی طاقت کن همه که جمع شدن بعد میفهمی زهرا جان کجا شدید؟ داملازیا را هم گرفته زود بیا تولین برای تو یک سورپریز داشته است نمیدانم تا تو نهایی نمیگفته است میلش خیر زود باشه آمده ایستادم بیایم سورپریز اساسا برای شما آقای اکرم خانم سوا یک چای می آوردید حاضر داملا گپ زده میتوانی؟ با سر نکند من رو دوست می دارید گفته با خدا تشکر زیاد خانم سوا در این محله بهترین چای شماست نوشی جانتان شود داملا سمبوسه هایتان بسیار بلذت بودند شب گذشته روان کردگیتان رو بسیار خوردیم تشکری زیاد داملا کدام وقت نباشد شما خواهید من تیار میکنم تشکر مدعی بیست اگر در نزد شما با کسی گپ زده رشک شما را بیدار سازد معلوم میشود که شما را دوست میدارد گپ زنی میگویم خوش خانم زهرا شما را گوش میکنم بابایم شما را به خانه دعوت کرده ایستادند اگر رد نکنید خرسند میشوم گپ زنم گفتنتان همین بود البته میآیم من فکر کردم که حاضر شما باز میگویید که مرا دوست میدارید دوست نمیدارید با خدا بسیار ترسیدم میگویید اما از روی مدعی بیست شما مرا دوست میدارید چی؟ اینش چی؟ راهی آموزش مردی که تو را دوست میدارد کمی مرا با سیوا برش انداختید از روی مدعی بیست شما مرا دوست میدارید شما با خدا معلوم میشود که دست نمیکشید مدعی بیستم ایون است خانم زهرا شما از آن که آن خیلی کتاب ها رو مطالعه میکنید ژورنال های درباره مود بوده را ورق زنید نمیشود چرا بوده؟ چرا میشود؟ شما هیچ با آینه نمی‌نگرید این لباس ها چی لباس است؟ ببخشید برای لباس چی شده است؟ به فکر من هم چی بوده است بسیار زیبا است علاوه بر این اخرون مود است در لباستان هیچ چیز نیست آخر حتی اگر خیال کنیم بسیار زیبا نمودار می شود شما کمی فربه شده اید فربه؟ لطفا بیادبی نکنید فربه نشدم بسیار موافق است اما چرا این خیل کردید نفهمیدم فکر نکنید که این خیل رفتار کرده دوست داشتنتان را پنهان میکنید اعتراف کنید که دوست میدارید خانم زهرا گوش کنید من شما رو در حقیقت دوست نمیدارم یعنی شما موافق من نیستید آخر ها موافقتون نیستم بله عجیب به شما موافقت چه خیل باید باشد مراق نکنید گذارید همون خیل ماند البته از روی آنه که جوابی سوال بنستم در اصل پرسیدن این سوال هیچ لازم نبود گوش کنید خانم زهرا من با شما عاشق نیستم هیچ رو هم پنهان نکرده ایستادم بنده شما رو دوست نمیدارم معقول نیستید چشمانتون کلان بینیتون خمیدم لیکن اثر شما گذاران دیده؟ گوش کنید خانم زهرا مانند شما یک دختری بوی یگرو گپگردان انسانی بهیسی پس این چه گپ زنی چه اصولی بد است شما با یکدیگر چه گپ زدن رو نمیدونید حالا هم که این فوتیا شده شما امامده دیگر با شما چی گفتنم رو نمیدونم خانم بتول در حقیقت من را خطا فهمیده این کاری بدی کردنتون رو پنهان نکنید که باز هم قدرتون پستر شده ایستاده است بتول جان تشکر زیاد دامولا زیاد چند وقت شده است که نسبتی من این خیلی رفتار کرده است سببش رو نمیدونم اما دامولا که نسبتی فوتیا شدهش این خیلی رفتار میکند الان موره چی؟ من بد رفتار کرده ایستادم هیچ علاقه ندارد خانم بتول در اصل او بد رفتار کرده ایستاده است من شنیدم دیدم همسر برای شخص عائله اوست گپ رو نگاه نمیکنن آفرین به تو بتول بسیار گپی خوب گفتی بتول جان خدا از تو راضی باشد خواهرم رو هم با خودش کشید یگرو لبای بابا جان
آمده ایستادیم بابا جان، در راه هستیم. مایلش جانی من میبوسم. بابا هم زنگ زده ایستادن میروید؟ میروید. میروید. نهایت آمدن. ما را انتظار بودید مگر؟ خوش آمدتون. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. تولین خواست که هممان سرجم باشیم. به ما چیزی گفتن میخواهد ها؟ ینگ جون زودتر گپ زنید. خواطر نشوید، به انتظاریتون ارزنده است. هممون اونقدر مجبور کردیم یگم چیز نگفت. همه جمع شود بعد میفهمونده. خیر تولین انا بین هممون در اینجاییم. گپ زن ما هم گوش کنیم. آقای اکرم، هممون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این ندیرتون زهرا که هممون رو فریب کرده است. از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چی گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش. همه چیز اینها ساخته بوده است. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان او چی میگوید. این سفسته ما هم دیگر ما رو دوست میداریم. بله آقا، یکدیگرمون رو دوست میداریم. حتی روزی نکاح رو در 3 روز معلوم کرده بعد آیلادور میشویم. همین خیلی نیست یا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد آیله‌دار میشویم. این رو با شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. تو چی اینقدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیل توبت ناشدنی است؟ ای آقای اکرم این خیل نگویید. شما من رو هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این ندیره شما و داماد ساخته شما، یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردند. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ اما اون چیست؟ حالا این را گوش کردن که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید. علیکم السلام. خوبی همسایه سازی سلام. خوب چی؟ نه خوب نه همین بچه‌های مایدار برآمدن باید مغازه میرم گفتم من بزرگ شک همینجا که کودکدا بازی دارم. من یا بازی دارم مثلا. چی؟ نه ما همین آیدی نشتی شما رو کسام. نه اوکی پرر همو چی باش ما نیومدیم؟ کجا؟ اوای مغازه همسایه سوختی. او مغازه همسایه سوخت ما یوردم اومدم کاکا اومدم. اینا بیروکا؟ آ نه بیروکا من. اومدم کاکا یوردم. چرا اومدیم؟ اوخیزه اومدم. اوخیزه؟ ها. یگم کار داشتی که اوخیزه برامدی؟ نه همسایه کجا کو؟ راستی گپ ما ایامو مغازه همسایه دوستم قرضور بودم. تا همو دفتر قرض نسوخت. ما اون ندادم. هر خنده ما درد دارد. چونین نام دارد البوم غیری چشم داشتی سعی مومینی بازار در سال نو 2017 با حزل و شوخی و خنده پیشکش شما عزیزان دل دیده می گردد. تلفن برای تماس 918 65 26 19 903 88 88 65 ما شما را انتظاریم.
به نزدیکی با کلیپی نوی خونم سره روزهای نزدیک از نقطه‌وی فروشی دست راست نمایید به مهر آخر با پد ندارم بردی قرارم و به قرارم تلفن 993 استودیوی سیما تقدیم میکند آرزو رجبوف درد عشق احساس دوستداری و محبت صمیمانه فیغان از دردهای عاشقی و آرامی در کنار عزیزترین نفر آرام آرام بباش جانم آرام آرام مهربانم آرام باش کلیپ جدید رو با همین نام روزهای نزدیک از نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی پیدا میکنید. آرزو رجبوف آوازخوان و آهنگساز جوان و رنگین خیال با ترانه و کلیپی آرام باش. شیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد این سوکی را گرفته تکمه دعوت رو پخش نمایید. وفا کردم همیشه من برایم شنیدم نیک حرفی با من باش که من به تو جگر خون میشم تو با من باش به تو دلگیرم و علم دور دیلم نالم و غم ها باز دیلی من گریفتد گریم اختیاری نیست گریم اختیاری نیست آخی جوزی سوخت دل چون پروانه پر زدم تا کاشان خون گرفته ترک عادت میکنم تاق ماندم باز طاقت میکنم گل از کسی موفیتا دستت پاره شده دل از پی مرغتی آواره شده گوه دلم میجیه تو را با چشمانی خسته و گریان افسوس که عشق ما به آخر بوده